من با نهضتی ها گفتنیم که در اروپا ایستاده چی نوارهای کوهنه گذشته روی صحنه آورده ملت پس نزنن. اگر دوستی ما باشن و ها وطن پرور و وطن دوست باشن بیاین همینجا ایستن من مرز به مقتی ما حمایت کنن. رفتن نهضتی ها نشان داد که برای ما آنها خائن هستند، دشمن ملت هستند. اگر وها در حقیقت ملت دوست می بودند با منفعت تاجیکستان سهم خودشون رو میگذاشتند. امروز مردم چارکو و وارخ در سیمای نهضتی ها همچون یک دشمن خلق و ها رو شناخت که آنها خواستار همیشه ناآرام بودن مرز بوم ما می باشند. من به خانه ملت همچون شهروند مراجعت میکنم که از این خیل اغوا اندازی و دسیسه ها دست کشند. ما رو مانند ما آرام زندگانی کنیم.